قماندانی امنیه کابل میگوید که در حمله انتحاری صبح امروز در سرک دالمان کابل 2 تن کشته و 15 نفر دیگر زخمی شدند. عبدالرحمن رحیمی قماندان امنیه کابل در صحبت با رسانه‌ها گفت که حمله کننده انتحاری ابتدا می‌خواست داخل یک موتر حامل کارمندان اداره لویسارنوالی شود، اما موفق به این کار نشد و خودش را در مقابل موتر انفجار داد. با گفته آقای رحیمی بیشتر قربانیان این رویداد زنان هستند. مسئولیت این حمله را طالبان مسلح به عهده گرفتند. بله سیدوی بستم باشنده دیدانا فعلا در سناتوری هم دکانم است. همین 100 متر پیشتر از دکانم انتحاری شد. یک امکان داره که 10 نفر زخمی شده باشه، 3 نفر شهید شد، 1 نفر در لنجر بار کرد، 2 تای دیگر در دیگر لنجر بار کرد، 1 دونه بچه همونجا چپس فروش بود هم زخمی شد. او را خودمون بار کردیم بردیم دیگه. زیافترش سیاسرا بود. همین موتر 302 که مامورین سارنوالی بود، زیافترش سیاسرا بود، مرد و قدر نداشت. اما تاکید چه؟